اگر تازه با NBA آشنا شدید و میخواید علاقمند و طرفدار یه تیم بشید که در آینده قهرمانی داشته باشه و درخشش داشته باشه، من تیم اوکلاهوما سیتی تاندر رو پیشنهاد میکنم. اونم به 3 دلیل. دلیل اول، اوکلاهوما سیتی تاندر با 34 پیروزی و 6 شکست که در واقع نصف فصل رو گذرونده، الان تیم اول لیگه. البته از نظر رکورد پیروزی با شکست با کویلیرز برابره. این نشون میده که ستاره های این تیم، بازیکنان این تیم و نحوه بازی این تیم یه چیزی نیست که به صورت شانسی اینا چند تا بازی رو بردن. همچنین که اینا در این تیم شی گیلدس الکساندر سوپر استار این تیمه و MVP به زودی MVP این فصل خواهد شد. دلیل دوم، از نظر میزان پرداخت حقوق این تیم هفتمین تیم از پایین لیگه. یعنی سقف پرداختی که برای سالهای آینده در این تیم وجود داره بسیار بسیار گسترده است و به همین دلیل این تیم از هم نخواهد باشید و حتی این سقف پرداخت بهشون اجازه میده که ستاره ها و ابر ستاره های دیگه رو جذب کنن و سالهای آینده این ترکیب رو کنار هم نگه دارن. و مهمترین دلیل سومه. ببینید هر تیمی به طور عادی هر سال 2 تا انتخاب یارکشی داره. یعنی هر تیمی در واقع یه دونه یار در راند اول میشه، یه دونه راند دوم میشه 2 تا تیم، 2 تا بازیکن. اوکلاهوما سیتی تاندر بین الان تا 2031 یعنی 6 سال قاعدتاً باید سالی 2 تا 12 تا بازیکن بتونه بکشه. یعنی 12 تا اجازه پیک داشته باشه. اما براتون جالبه بگم که این تیم 32 پیک رو در اثر تبادل با تیم‌های دیگه تا سال 2031 انبار کرده و این 19 پیک اضافه‌ای که این نسبت به تیم‌های دیگه داره بهش اجازه میده که ترکیبش رو بسازه، بهش اجازه میده که در تبادلات بازیکن‌های آینده بتونه ابر ستاره‌های موجود لیگ رو با توجه به دارایی که در انتخاب در واقع یارکشی هست بتونه جذب بکنه و این انعطاف پذیری بسیاری به تیم سازی در سالهای آینده برای این تیم میده و من فکر میکنم با وضعیتی که برای این تیم در مجموع ساخته شده آینده دارترین تیم در حال حاضر در لیگ NBA هست.